همانطوری که عرض کردم سلطانم، حدس میزنم فتنه از طرف بیگانگان صورت گرفته. از کدام فتنه صحبت میکنی؟ کدوم مار همچین کاری کرده؟ به زودی خواهیم فهمید سلطانم. افرادم دنبال این کار هستن. از این میترسم که پای این مار خوشخط و خال به قصر هم کشیده شده باشه. خائنی که در قصر جا خوش کرده. درست است سلطانم. قصدشان ایجاد فتنه میان سربازان و حتی اهالی دربار است. تو داری چی میگی؟ منظورت چیه شیخ؟ همانطور است که حدس میزنید. قیام. همه اینجا حضور دارند؟ بله اعلی حضرت. تعریف کن ببینم حال و احوال عثمانی ها چطوره؟ بحران نقره در عثمانی به بالاترین حد خودش رسیده اعلی حضرت. این موضوع تجارت عثمانی رو به خطر انداخته. اموال خزانهشان هم برای باغ‌های لاله و قصرها و چشمه ها خرج می شود. ای خدا که من، کی عثمانی ها به دنبال حمام و قصر و اینجور چیزها هستند؟ اونا دارن آینده سازی میکنن. جمع‌آوری قدرت برای ما اصلا قابل هضم نیست. وضعیت ظاهیره چطوره؟ سکه و نقره چندانی وارد خزانه نمیشه. نبود نقره در بازار مشکلات زیادی ایجاد میکنه. کشتی هایی که میان ظاهیره و استانبول رفت آمد میکنن نتونستن اموالشون رو به فروش برسونن اعلی حضرت. خوبه، خیلی خوبه. از قاسم چه خبری دارید؟ رو سفیدمون کرده سرورم. میدونید که اون لایق‌ترین و ماهرترین جنگاور ماست. در کمترین زمان خودشو نشون داده. ورود اون به تشکیلات مخفی عثمانی موفقیت بزرگی است سرورم. قاسم هم ماهره هم خشمگین. درونش دو حیوان در حال جنگند. یکی به من وفاداره و دیگری میل به قدرت خواهی داره. بیشتر باید حواس و چشم و گوشمون به اون باشه. سرورم میرزا در کنار اونه.
نامدار، امر بفرمایید سرورم. به نظر تو در مجلس ما خائنی وجود داره؟ بله سرورم. نامدار، تو مرد باهوشی هستی. سوال ساده ای ازت پرسیدم، در این مجلس خائنی وجود داره؟ اگه هست کیه؟ میتونه وزیرم باشه؟ خیر سرورم. یعنی به اون اعتماد کامل داری؟ بله سرورم. وقت اون رسیده که دو مرد لایق جان سزا و مهمت را روانه کنند. پسرم بر تخت عثمانی خواهد نشست. استانبول سال 1729. جنگاوران قلعه به جای خود، آماده شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. سرورم، با اجازه شما. وضعیت خزانه چطوره؟ پاشا، مشکلاتی وجود داره ولی به کمک خدا انشالله درست خواهد شد. دلیل مشکلاتتون چیه؟ پاشا، ما فکر میکنیم مشکلات بین استانبول و ظاهیره باعث سوء استفاده بعضی از افراد جاهل و گرون شدن اجناس ما شده. بعضیا هم در این حین ارزاق رو احتکار میکنن. اینها چه کسایی هستن که چشم اموال فقرا دارند؟ سرورم منتظرن تا به حضور شما برسن. بگید بیان. از شما سوء استفاده کردید هم؟ محتاج رحمت شما ایم سرورم. خیلی محتاج ترحم هستید. رحمت به شما مثل گناه کردنه. من از گناه میترسم. اندازه‌ای که شما نمیترسید میترسم. سرشونو بزنید. سرورم به ما رحم کنید. ما محتاج رحمت شما ایم سرورم. مسئله دیگه هم هست؟ سرورم، طبق دستورتون تجار ونیزی منتظر شرفیابی به حضورتونن. بگو بیان. بگید مشکلتون چیه؟ چرا این همه راه اومدید اما اجناستون رو نمیفروشید؟ جناب پاشا، اگر نمیخواستیم اجناسمان را بفروشیم این همه راه نمی آمدیم. اما کسانی که خواستار اجناس ما هستند پولی در بساطشان نیست. آنهایی هم که دارن با قیمت کم همه را میخواهند. این ما را در وضعیت دشواری قرار داده. ببریدشون. چطور چنین چیزی ممکنه؟ سرورم، مشکلشون مسئله نقره است.
فوراً کسایی که این مشکل رو به وجود آوردن پیدا کنید. مسئله نقره چیه؟ مگه این جزئی از وظایف شما نیست؟ امر شماست سرورم. پاشا. سرورم، سفیر همسایه ما 1 ماهه که منتظر شرفیابیه. اونا نقشه میکشند و ما خراب میکنیم. اگه اونها از نقشه کشیدن خسته نمیشن، ما هم از برهم زدنش خسته نمیشیم. بگو منتظر بمونن، لازم نیست شرفیاب باشن. بله سرورم. این کارها رو فراموش کنین. قیام کار آسونی نیست. این مملکت بی صاحب نیست. سپاه وارد این بازی ها نمیشه. نظرتون اینه بابا صالح؟ اما به سپاه اعتباری نیست، چون از آخرین جنگمون 15 سال میگذره. خب خوبه که نه کسی میمیره نه کسی میکشه. مردم همه راحتن. مملکت سر و سامون پیدا میکنه. مگه جنگ چی داره؟ ای برادر، ما چه میگیم تو چه میگی؟ سپاه بدون غنیمت و مواجب که راه نمیفته. سپاه از جنگ نرفتن نه از بی غنیمتی میترسه جانم. آره بعد از آخرین سفر هم که غنیمتی به دست نیومد. یادتونه که غنیمت بود، اما بگو جوون، اما چی؟ معلومه که کاملا فراموش کردیم. چی رو؟ به عثمان خان رسید. کسی اونو فراموش نکرده. مسئله ای نبود که فراموش بشه. کاترینای روس، عثمان خان که دست راست بالتیجی بود. خب به جمالت میگن عثمان خان خزانه رو خالی کرده بوده. یوسف درست تعریف کن. خب تو بگو. این فقط یه روایت نیست، یعنی مدرک وجود داشت. نه بابا، مدرکم داشته. چی بگم؟ خب ادامه بده. گویا بین روسا جاسوس فرستادن و همه چی رو فهمیدن. گفتم که این مملکت بی صاحب نیست. دولت عثمانی بزرگه. به جای آدم حتی خونوادش هم مجازات میشن. ما اومدیم بابا. یواش دخترم، یواش. آروم. ببین با قاسم چی برات درست کردیم. قاسم نشون بده. پدر عزیزم، اینو با جانسزا برای شما درست کردیم. آفرین به شما بچه‌های من. بیایید بگیرید. اینم هدیه من به شما. آبچه دوست دارید بخورید. آقا سربازا اومدن. عثمان خان باید با ما بیای. شما دیگه کی هستید نبکارا؟ به چه جسارتی؟ بدون هماهنگی چطور وارد خونه من شدید؟ مطیع فرمان پادشاه هستیم. اینا رو در حضور سرورم بگو بگیرینش. بند کنید. منو بند کنید. پدرمو ای نابکارا، بلند کنید. بابا آوان این کارتون پس. داداش بابا رو کجا بردن؟ نه ترس جانسزا، اتفاق بدی نمیافته. تو همینجا بشین، منم میرم بابا رو میارم. باشه؟ میکشمت، وایسا. مراقب هم دیگه باشین.
نکشیشون. این مراد نیست؟ آره خودشه. بیاین بریم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. این چه حال روزیه خوبه مراد؟ دیگه، نون در میارم. خوبه. یه خورده استراحت کن، یکم حرف بزنیم. وضعیت چطوره؟ خوبه. خدا رو شکر. تعلیمات چجوری پیش میره؟ جنگاور تربیت میکنیم. استاد داخله. برو یه سلامی بکن مراد. حتما. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. خوش اومدین آقا مراد. سلام به همگی. سلام علیکم. سلام علیکم. جنگاور قدیمی آقا مراد اومده. البته الان دیگه مثل قبل نیستی. آره الان دیگه بهش میگن آقا مراد چاقوسا. خیلی سرنگین بیان خودتون رو نشون بدین. چی شد آقا مراد؟ شمشیرشون چوبیه ها. دست پنجه‌ای نرم کن. خیلی خوب آقایون، با اجازه. استاد قربون شما. با اجازه. می نشستی با هم یه شربتی میخوردیم. همسرم بار داره، خونه منتظره. سلامت. وای مراد، تو هنوز هم مثل قدیم سر حالی. از ما هم همینقدر برمیاد. این حرفا نزن مراد، باید دستا ترسید. بیخیر. خداحافظ. خدا نگهدار. به سلامت. میبینی؟ جنگاور بزرگ سلاحشو کنار گذاشته. این عشق با آدم چه میکنه؟ چی شد؟ این چاقوساز بود. شما گفتین چاقوسازه. بابا چاقوساز کجا بود؟ این همون دلاور قدیمه.
بنابر دستور پادشاه عالم حضرت سلطان عثمان خان به جرم غصب اموال دولتی برای عبرت همگان در ملأ عام اعدام خواهد شد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نزدیکه بابا، خیلی نزدیکه. انتقام تو میگیرم، خون تمام اهل عثمانی رو میریزم. بی خود نگاه نکن. جنس این بازار ارزش تو رو نداره، پیدا نمیشه. من چیزی رو که میخواستم خیلی وقت پیدا کردم. برای بچم نگاه میکنم. پس نباید اینجا رو ببینی، بهتره بری لباسای پسرونه رو ببینی. اینطور بهتر. تو اینطوری فکر کن دختردار میشم، دختری که از منم بهتر میشه. از کجا میدونی دختره؟ خدا به کسی که مرد نیست پسر میدهد. من میرم تکیه تا برای بچمون دعای خیر کنم. اگه خواستی میتونی با من بیای. تو برو، من کار دارم. احمد تو رو میبره. احمد، خانومو ببر. زود با شیر مرد. کبوتر زیبا، بازی ما تازه داره شروع میشه. حالا برو سر جات. آماده ای قاسم پاشا؟ حاضرم حضرت ابراهیم پاشا، با تمام وجودم. تا الان در تمام امتحانات تشکیلات مخفیمون موفق بودی. به نظر میاد لیاقت این وظیفه رو داری. ممنونم پاشا. حالا باید به حضور حضرت سلطان احمد برسی. سرورم، قاسم پاشا سرکرده تشکیلات مخفی برای عرض ارادت و سوگند خوردن به حضورتون شرفیاب شده.
مطمئنی که با لیاقته؟ سرورم تمام وظایفی که به او محول شده رو با لیاقت انجام داده. در تمامی امتحانها بر تمام رقباش غلبه کرده. هم در هوش هم در عمل شایسته اعتماده. بسیار خوب. تا زمانی که جان در بدن دارم برای دولت عالی عثمانی و برای سلطانمان حضرت احمد شاه قسم میخورم با تمام صداقتم خدمت خواهم کرد در پناه ایزد متعال. مبارک باشه قاسم پاشا. از این به بعد خواب و خوراک نداری. برای راحتی مردم باید با نقشه ها و بازی های دشمنا مقابله کنی. اصلا دوست ندارم فتنه‌ای به پا بشه. امر شما سرورم. من چیزی برای از دست دادن ندارم پادشاه. پیمانی وجود نداره. از این به بعد باید از من بترسی. برای گرفتن جون تو تا پای خشکوندن ریشه و اصلت ببین چه بازی ها را بندازم. روزتون بخیر سرورم. بفرمایید خواهر. مدتیه که با خواهرم درد و دل نکردم. احوالتون نپرسیدم. حالا احوالم زیر سایه شما خوبه. اما شما به نظر پریشانی. آره مگه میشه پریشون نبود. این نقشه ملکمونه. مسئولیت تمام این سرزمین بر دوش ماست. مگه نمیدونی؟ میدونم سرورم. بله خواهر. منم برای همین پریشونم. ظالمی حق مظلومی رو میخوره با درد عالم. من باید پاسخگو باشم. وظیفه سختیه. اما سرورم این همه خدمتگزار برای چی هستن؟ نکنه صدر اعظمتون و تشکیلات مخفی تدابیر لازمو به کار نمیگیرن؟ البته که میگیرند. پس بی دلیل ذهن خودتونو مشغول نکنی. اقدامات لازم انجام میشه. ببینیم انجام میشه یا نه.
سلام به همه. علیکم السلام. سوگندت مبارک باشه برادر. ممنونم. تشکیلات مخفی ما با حضور شما قدرتمندتر میشه. تلاشمو میکنم که لیاقت اعتمادتون رو داشته باشم. پس بهتره حالا هر کسی بره سر کار خودش. از جناب شیخ خبری داری؟ از وجود یک خائن و قیام در قصر صحبت کرده. من رسیدگی میکنم، شما نگران نباشید. سنجر خیلی سریع برو تکیه. جناب شیخ شک کرده. قبل از اینکه اون ما رو رسوا کنه ما باید حلواشو بخوریم. خب دیگه تو برو. احمد میدونستی چه چشمای زیبایی داری؟ بذار نگات کنم تا چشمای فرزند من هم به این زیبایی بشن. زود باش دیگه عزیزم، برو. زنده باشی دخترم. حالت خوبه؟ پدرت چطوره؟ دعاگوی شماست شیخ. اومدم برای دعا. برو دخترم برو. انشالله خدا یه اولاد خوب نصیبت کنه. جناب شیخ، چیه پسرم؟ اومدم سلام کسی رو برسونم. سلام از کی؟
مار سرخ. دست کم نگیرش. محمود بیا اینجا رو یه دستمال بکش. جناب شیخ، گوش کن، گوش کن دخترم. حرف نزنید، خودتون رو خسته نکنید. اینو به پدرت بده. این دیگه چیه؟ مار سرخ. دست کم نگیرش. الفو پیدا کن تا به میم برسی. الفو پیدا کن تا به میم برسی. کسی اینجا نیست؟ کمک کنید، تو رو خدا کمک کنید. کمک!
چی میخواین؟ اگه پول میخواین بگین. پولتون مال خودتون، من اومدم جونتونو بگیرم. موفق نمیشین فرار کنین. اینطوری فکر کن. حالتون خوبه؟ خوبم. دستتون زخمی شده، باید ببندیمش. مهم نیست. شما کی هستین؟ چرا میخواستن شما رو بکشن؟ نمیدونم، یه دفعه ظاهر شدن بهمون حمله کردن. به نظر میرسید شما رو میشناسن. نه، همین الان دیدیمشون. زود باش، باید بریم. کجا میرید؟ راهمون طولانیه، منتظرمونن. ممنونم. خوبی تو هیچ وقت فراموش نمی کنم. راهو باز کنید، برید کنار، زود باشین. چجوری اتفاق افتاده؟ کسی چیزی دیده؟ یه زن هست که همه چی رو دیده. بیاریدش. خواهر بیا، اساس باشی کارت داره. سرم گیج میره. آب بیاریم. بخور بخور، نوش جونت. بفرمایید، جایی برای موندن میخواستین؟ ما یه اتاق میخواییم. اتاق میخواید؟ فوراً به روی چشم من استاورم. لیزا بیا. چی شده؟ چه خبره؟ مشتری داری، بیا نگاش کن. اتاق میخواد. خوش اومدی. اتاق آماده داریم. بفرمایید. اتاق بالایی اونجا. نه بفرمایید. چی نه؟ خوش اومدی، بفرمایید. بخور. اساس باشی هست؟ کارش داشتم. نیست، حرفی داری به ما بگو. تو جنگل 3 سوارکار دنبال کسی بودن. بهتره برید یه نگاهی بندازید. اساس باشی رفته تکیه نظمی، برگرده رسیدگی میکنه. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ یه جنایت انجام شده. جنایت؟ نگار، برید کنار. من داخل بودم که صدایی شنیدم. اومدم کنار در رو نگاه کردم، دیدم اون مرد جناب شیخ را با چاقو زد.
ببینم چطوری بود. میتونی توصیفش کنی؟ شبیه دلاک‌های خائن آلبانیایی بود. شیخم با اون یه صحبتایی میکرد. پس شبیه دلاک‌های آلبانیایی بود. تو حمام بیازیت یه دلاک آلبانیایی هست. قبلا هم از این کارها کرده. اگه ببینیش میشناسیش؟ خیلی خوب. اگه لازم شد مجبوریم دوباره خبرت کنیم. تو اینجا بمون. شما هم راه بیفتید. میریم حمام بیازیت. گفتن جنایت داشتم دیوونه میشدم. خدا رو شکر خوبی. مراد خیلی ترسیدم. شیخ و جلوی چشمم کشتن. خواهش میکنم من از اینجا ببر. خیلی خوب باشه. بیا بریم. تمومش کردم. خیلی تمیزم انجام از کجا میدونی؟ 3 بار خنجر رو تو قلبش فرو کردم. مطمئنی کسی تو رو ندید؟ خوب اطرافو دیدم. کسی نبود. خیلی خوب بگیر. اینم دستمزده. بیا اینجا عزیزم. بیا اینجا بشین. خوبی؟ خوبم. میخوای آب بیارم؟ نه یکم حالم به هم میخوره. آروم باش. میخوای یکم بخوابی؟ استراحت کن. چطوری بخوابم مراد؟ قیافه شیخ از جلوی چشم نمیره. به این چیزا فکر نکن. درد داری؟ خیلی ترسیدم مراد. اگه اون مرد منو میدید، اگه برای بچه‌مون اتفاقی میافتاد. خیلی خوب دیگه به این چیزا فکر نکن. خدا رو شکر هردوتون خوبید. دستت چی شده؟ مهم نیست. موقع کار اینجوری شد. چرا اینطوری بستیش؟ بذار ببینم. مراد دستتو بریدی به من میگی چیزی نیست؟ بلند شو برای تمیزش کنم. این دیگه چیه؟ حروف و رقمای عجیب و غریب. 7. اینو فراموش کرده بودم. جناب شیخ قبل از مرگش اینو به من داد. گفت بدمش به پدرم. خیلی عجیبه. اینو باید فوراً به دست بابا صالح برسونیم. بلم کنید! ول کنید! شما کی هستید؟ بلم کنید! میگم بلم کن! چی کار دارید؟ بلم کنید! دست از سرم بردارید! از من چی میخواید؟ بلم کنید! لعنتیه ول کنید! ول کنید! ببریدش. مگه قرار نبود بیان دنبالمون؟ هیچ کسی نیست. اینجا تک و تنهایی. من پیشتم مهمت. نگران نباش، همه چیز درست اگه دوباره بهمون حمله کنن چی؟ اگه دنبالمون اومده باشن؟ آروم باش، هیچ کس ما رو دنبال نکرده. اومدن دیدی؟
میرزا میرزا پس تو کجایی؟ خیلی ترسیدم. یه مرد هیچ وقت نباید از چیزی بترسه. اما اونا میخواستن ما رو بکشن. میدونم. اون 2 نفریو که نکشتین و من کشتم. 2 نفر؟ اونا 3 نفر بودن. 3 نفر؟ وقتی من رسیدم فقط 2 نفر بودن. پس یکیشون فرار کرده. برامون دردسر میشه. نگران نباش. الان جاتون امنه. دیگه زیر بار و پر اون هستین. منو ببر پیشش. وقتش نیست. الان خیلی سر شلوغه. وقتی برای صبر کردن ندارم. باید ببینمش. منو ببر پیشش. آخه نمیتونیم اینو اینجا تنها بذاریم. شما برین. من میتونم تنها اینجا بمونم. اما زود برگردین. خیلی خوب. زود برمیگردیم مرد. اصلا از اینجا بیرون نرو باشه؟ حواست هست؟ پشت سر من با فاصله بیا. صورتت هم کاملا بپوشون. خدا رو شکر. زخمتو خوب بستم. صحیح و سالم شدی. دست درد نکنه. سلام. آسس باشی گفته همسرت بیاد. قاتل دستگیر شده. باید برای شهادت اونجا حاضر بشه. حضرت پاشا بفرمایید. این هم اولین دسترنج ما. پیشکش به شما. چاپ اول لغات وان. خداوند اجر و پاداش کارتون رو چند برابر کنه جناب ابراهیم متفرقا. انشاءالله با تلاش شما به زودی اثرهای با ارزش دیگه ای رو میبینیم. زیر سایه شما پاشا. سرورمونم از کارهای شما بی اندازه راضی‌ام. جناب پاشا اجازه هست مطلبی رو بگم؟ بفرمایید جناب. میدونین که این دستگاه تعداد زیادی نقاش و نویسنده رو بیکار میکنه. کاری که 100 نفر در 100 روز انجام میدن و در 1 روز انجام میده. نقاشا و نویسنده ها چی کار باید بکنن؟ باید گرسنه بمونن؟ نگران نباشید. این دستگاه فقط برای اثرهای علمی و فنی به کار میره. اثرهای دینی باز هم توسط خطاطان و نقاشان نوشته خواهد شد. برای همین نگران نباشید. در حکومت عالیه عثمانی هیچ کس گرسنه نخواهد ماند. چقدر زیبا شدی. 7 سال. درست 7 سال. بالاخره اون روز رسید برادر، مگه نه؟ رسید خواهرم. الان وقت گرفتن انتقام از خاندان احمد شاهه که ما رو یتیم از خونمون آواره کرده. خیلی منتظر امروز بودم. چه شبایی که تو قصر پارس تا صبح بیخوابی نکشیدم. دلم پر از کینه است. دیگه طاقت نداشتم. آروم باش. از این به بعد نیازی به قصه نیست. جای شاهزاده امنه؟ آره، اون تو مهمون خونه است.
چجوری شاهزاده رو تنها میذاری جان سزار؟ اون بچه برای ما خیلی مهمه. یه شاهزاده صفویه که قراره به جای پادشاهی که از تخت پایین میکشیم بشینه. باید با اون ریشه عثمانی رو خوش کنیم. چجوری اونو تو خطر میندازی؟ متوجهم. نگران نباش، جاش امنه. انتقاممونو نه فقط از خاندان احمد، از کل دودمان عثمانی میگیریم. حضرت احمد سلطان تشریف فرما می شوند. بفرمایید سرورم. دختر عزیزم قبل از من به دیدن عمش اومده. ببخشید، نمیخواستم مزاحم سلطان من بشم. ماشاءالله. در ضمن خدمات دامادم را هم فراموش نمی کنم. انشالله که خوبه ها؟ همونطور که میدونین سخت مشغوله. اونو دیر به دیر میبینیم. خب حمل کردن مهر دولت عالی عثمانی آسون نیست. بایدم شب و روزو به هم بدوزه. بیش از اندازه از خدماتون راضیم. مردم در صلح و آرامش زندگی میکنن. چاپخونه‌ام شروع به کار کرده. برای جلوگیری از آتش سوزی های نگران کنندم تدبیری به کار گرفته شده. منم کارهای ابراهیم پاشا رو تقدیر میکنم. اما مردم چی میگن؟ در کوچه و بازار حرفای دیگه‌ای گفته میشه. همه چی آماده است. کوچه ها آماده منفجر شدنه. مثل بارود. فقط به یه جرقه احتیاج داره. جرقه اون باروت هم شاهزاده صفوی ماست. همینطوره. وقتی که شاهزاده به عنوان پسر سلطان از یه خدمتکار معرفی بشه و بر تخت بشینه، اون موقع بازی ما شروع میشه. حالا زود برگرد پیش شاهزاده. شاه پارس با دستای خودش پسرشو به ما داده. اگه مشکلی پیش بیاد دشمن بزرگی انتظارمونو میکشه. من دیگه باید برم. میرزا تو بازار منتظرته. تو هم برو اونجا. منتظر خبر من باش. برادر، دیگه از هم جدا نمیشیم مگه نه؟ نگران نباش. دیگه جدایی تموم شد. میگن در حالی که اونا گرسنن صدر اعظم در باغ‌های لاله بساط بزم و شیرینی راه میندازه. عمه عزیزم، همیشه میان مردم این گونه حرفها رواج داشته. چیزی که منو ناراحت میکنه باور کردن شماست. همشیره، ما برای این مردم روز و شبمونو میذاریم. اون وقت فقط بزممون بهش میاد. من همچین جسارتی نکردم. منظور من نه ناراحت کردن شماست و نه بدگویی از ابراهیم پاشا. شما برادر عزیز منید. فاطمه هم درست مثل دختر خودم میمونه. دلم نمیخواست حرفای من سرورم و فاطمه رو ناراحت بکنه. منظور من این سودجویانی هستن که از این شایعات بهره میبرن. معلومه که به اندازه دوستامون دشمنم داریم. شما نگران نباشید عمه جان. مطمئناً تشکیلات مخفی ابراهیم پاشا تدابیر لازم رو به کار میگیره. بیهوده نگرانی همشیره. در خصوص امنیت اعتماد من به ابراهیم پاشا کامل است. شماها به چه جرأتی اومدین سراغ من؟ نه،
بیاین تا حالتون کنم. نه برا. به ابراهیم پاشا خبر بده که ما آمدیم. سلطانم. بگو حسن ما. سلطانم چجوری بگم؟ بگو. راحت باش بگو. شیخ ما جناب عبدالرحمن امروز مردن. او که صحیح و سالم بود. قربانی یک جنایت شد سلطانم. جنایت؟ ای وای پس شروع کردند. حضرت پاشا، قاتل شیخو پیدا کردن آوردن. با من بیا. زود باشید، عجله کنید. حضرت پاشا منتظرن. مراد خان تو اینجا بمان. نگران نباش، من اینجا منتظرم. قاتل پاشایی نه؟ میفهمیم. آلبانیاییه. میگن دلاکه. زنی که شاهد بوده داره میاد. کسی هم شاهد بوده؟ خوبه. بودن شاهد خوبه. پاشا اون خانم آوردیم. بیا دخترم. تو رو هم به زحمت انداختیم. با این حالت اومدی. اما مسئله مهمیه. خواهش میکنم پاشا. خوب نگاه کن. مردی که شیخو کشت این بود؟ نه. تو مطمئنی؟ بله کسی که دیدم این نبود. اما گفته بودی آلبانیاییه. گفته بودی شبیه دلاکاس. این مرد تماما شبیه توصیفات توه. ببین دخترم، این واقعه آرامش مردمو به هم زده. به خاطر همین شهادت تو خیلی مهمه. از تو میخوام برای آخرین بار خوب نگاه کنی. خوب نگاه کردی؟ بگو ببینم. گفتم که پاشا این مرد حتی شبیه به مردی که اونجا دیدمم نیست. بسیار خوب.
آسس باشی. بفرمایید پاشا. دلاکای آلبانی تمام همومای استانبول رو جمع کن و بیار اینجا. دختر خانم تک تک اونها رو باید ببینه. اون جانی هر کی که هست باید پیدا بشه. به روی چشم. دخترم میتونی بری. لازم شد دوباره خبرت میکنیم. چی شد؟ اون بود؟ نه نبود. دوباره منو خبر میکنن مراد این مسئله داره بزرگ میشه. بیا بریم خونه. تو نگران نباش. جناب صدر اعظم مسئله رو حل میکنه. ایشالله. دوباره بزک دوزک کرده. کجا میره این؟ میره پیش عشق دلاکش. کجا میری خاتون؟ اگه دوباره میخوای بری همون بی خودی زحمت نکش. آسس باشی عشقتو گرفت و برد. تو چی داری میگی خاتون؟ از کی حرف میزنی؟ تو میدونی از کی حرف میزنم. میگن آدم کشته، گرفتنش انداختنش تو زندان. بودو شاید بهش برسی. بلند شو وایسا تا قشنگ ببینمت. علم کن. دیگه نمیخوام چشمم بهت بیفته. گردنم. بگو بینم نکنه تو حوری فرشته چیزی هستی؟ به این بیچاره کمک کردی و بهش آب دادی. تو هم اگه یه روز تو درد سر افتادی بیا پیش من دلاک همومم. مردم منو پاترونا صدا میکنن. پاترونا. اینجا چه خبره؟ باز چی شده؟ چی میخواستی باشه؟ هرچی سنگ مال پای لنگه.
یکی رو کشتن بعد گفتن قاتل شبیه منه. بگو ببینم اون کی بود؟ ازت چی میخواست؟ من از کجا بدونم؟ کمک کرد بهم آب داد. کوری نمیبینی تو چه وضعیم؟ همین کارت مونده بود. چشم پرونی میکنی؟ الان کن بابا، بحث نکن، حوصله‌تو ندارم. چی شده دوست من؟ خیر باشه بفرما. یه اتاق میخواستم. اتاق باشه، اتاق حاضر میکنم. سمت راست برو بالا، من الان میام. برو. ای خدا، اینا دیگه از کجا پیداشون شده آخه؟ بالا دارم میام. خیلی دیر کردیم. حتما مهمت نگران شده. خدا کنه تو اتاق مونده باشه. اگه از اونجا بیرون نیومده باشه کسی ندیدتش. آی بچه، برو یکم آب برام بیار. باشه باشه. چشم دل، یالا برای برادرم یه لقمه غذا بیار. نمیخوام، من سیرم. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ امروز صبح زدن شیخو کشتن. از شانس بعد ما قاتل شبیه پس بگو اقربای حکومتی نیشت زدن. چته تو؟ ها؟ نکنه چیزی میدونی و به من نمیگی؟ معلومه که میدونم. جناب عالی، این طلای خوشگل از کجا آوردی؟ پس چی؟ فکر کردی من کیم؟ برش کن. برادر منی مگه نه؟ بیا، اینم حق است تو. نوش جونت. حق زیادی گردنت دارم. باید برم، خیلی کار دارم. سنجر کجا رفت؟ داشتم غذا حاضر میکردم. چه میدونم، گفت کار دارم. تو چرا بلند شدی؟ دارم میرم میخونه. آتیش گرفتم از تشنگی. من این آتیشو خاموش میکنم. با همین خاموش میشه. اونو بده به من. چی کار میکنی؟ بدش به من. وایسا دختر، داری چی کار میکنی؟ بدش به من. سب کن. ولش کن. بابا داری چی کار میکنی؟ بذار برات توضیح میدم. بدش به من. نمیشنوی چی میگم؟ سب کن بهت میگم دیگه. نه، گناه تو این لیوان نیست. تو ذاتاً یه آدم هرزه‌ای. توف. دستت بشکنه.
مگه بهت نگفته بودم تو این کار نباید خطا باشه؟ نگفتم؟ هیچ خطایی نکردم آقا. مگه نگفتی هیچ کسی ندیده؟ آقا به جون خودم همه جا رو خوب نگاه کردم. پس حالا که این چشما به هیچ دردی نمیخوره بهتره که از لونه هاشون در بیان بیرون. نه آقا اشتباه نشده آقا، نکنین. لعنتی. خوب گوش کن، این زن مراد چاقو سازه. دقت کن، اسمش نگاره. برو پیداش کن و کارشو تموم کن. سربره، قدرت دستم و ایمان قلبم از همه چیز بالاتره. برای دولت عثمانی و همینطور برای سربره جونم رو فدا میکنم. تا مدتی که تو و جوان مردانی مثل تو هستند تمام عالم متحد بشند نمیتونن شکستمون بدن. آفرین به تو. این نشان لیاقت تو. شمشیرت برنده باشه پسر. چی کار میکنی مراد؟ مراد با تو هم مگه نمیشنوی؟ چرا اینا رو در آوردی؟ چه لزومی داره؟ همینجوری گفتم یه نگاهی بده. این همه مدت به فکرشون نبودی، باز دوباره چی شده؟ تازه به منم میگی نگران نباشم. سخت نگیر، پیشم باشه بهتره. شاید لازم بشه. ببین مراد، راستشو بگو، چیزی هست که من نمیدونم؟ عزیزم چیزی رو ازت پنهون نمی کنم. اتفاق امروز کم اتفاقی نبود. دلم شور میزنه. باید حواسمون باشه. بدش به من ببینم اینو. تو دخالت نکن. مراد ببین، یادت میاد 2 سال پیش بهت چی گفتم؟ بهت گفتم یا من یا سلاحت، و تو بدون تردید سلاحتو کنار گذاشتی. الانم دوباره بهت میگم یا ما یا سلاحت. تو نمیفهمی. بهت میگم دلم شور میزنه. مطمئنا دردسری پشت این موضوع. مراد یا ما یا سلاحت. زودتر اینا رو جمع کن. اینا مایه درد سرن. خیر باشه ایشالله. معلومه که خیره، بلا که نمیاد در بزنه. سلام علیکم. خوش اومدی بابا. ممنونم. خوش اومدی بابا. ممنونم دخترم. خوبی نه؟ تا شنیدم سریع خودم رو رسوندم. آخه چرا به من خبر ندادین؟ راستش ما هم از ترس نفهمیدیم که باید چی کار کنیم. خوب شد اومدی دخترم. اون بچه شما بود مگه نه؟ ما بچه نداریم آقا. کدوم بچه؟ بودا اون پسر بچه رو میگم این قضیه. مهمه. افتادی من گرفتمه داره. اون مهمت بودا. از اینجا گذاشت رفت بیرون. رفتش. تو داری چی میگی مرد؟ میگم رفت. خب رفت میگم خب کجا رفت؟ من چه میدونم؟ من از کجا باید بدونم کجا رفته؟ چه جوری اجازه دادی بره؟
من که بهش اجازه ندادم، خودش سرشو انداخت گذاشت رفت. عجب آدمایی نو. چی شده که گذاشته و رفته؟ قبل از اینکه بلایی سرش بیاد باید پیداش کنیم. همه چیز به اون بستگی داره. اگه شاهزاده نباشه قیامی هم در کار نیست. برو پیداش کن. کجایی پاشا؟ چه خبره؟ چیزی شده ها؟ تو کم بودی عزیزم. نه نگران نباش عزیز دلم. زود باش برو بخواب. برو بخواب، منم میام. برو بخواب. زود بیا. باش آفرین. خدایا دارم دیوونه میشم. اینجا چه خبر دیوونه خونه است؟ چیکار کنم؟ کجا برم ای خدا؟ آره اینجوری بود بابا. مرد جلوی چشمای نگار جناب شیخو کشته. واقعی بزرگیه. ایشالله که خدا بیامرزتش. روحش شاد. تازه وقتی صدر اعظم نگار رو برای شهادت خبر کرد خیلی بیشتر نگران شدیم. خدا رو شکر قاتل نگار رو هنوز ندیده. حتما برای قاتل مهم نبوده که تو روز روشن رفته و شیخو کشته. یعنی چی میخواد؟ حتما مربوط به این کاغذه. شیخ قبل از مرگش به نگار گفته به دست شما برسونه. وقتی داشت میمرد یه چیزایی هم گفت. چی گفت؟ بذار فکر کنم. مار سرخ دست کم نگیرش. آره مار سرخ دست کم نگیرش. بعدش هم راجع به الف و میم یه چیزایی گفت. مار سرخ دست کم نگیرش. الفو پیدا کن تا به میم برسی ها؟ درسته همین بود. بفرمایین بابا. نمیخوام دخترم، بهتره که برم. چیزی شده بابا؟ حداقل یه لیوان شربت میخوردی. الان وقت شربت نیست، باید فوراً صدر اعظمو ببینم. به نوشته‌های کاغذ مربوطه؟ همینقدر بهتون بگم که مرگ شیخ یه قتل ساده نیست، متوجهین؟ اتفاقای دیگه هم پشتش میاد. یعنی چی؟ یعنی تو باید از این مسائل دور بمونی. چیزی که گفتم یادت نره. تو هم مراقب باش دخترم. خداحافظ. به سلامت بابا. آروم. جلو پاتو نگاه کن. ببینم بچه مگه تو کوری؟ بریم. کجا میرین؟ وایسی. میریم غذای امشبمون رو پیدا کنیم. غذا؟ وایسی. منم میام. خوش اومدی بابا صالح. حالت چطوره؟ دعاگوی شماییم. انشالله که شما هم خوب هستین. خدا رو شکر. میدونم که دیر وقت مزاحم حضرت صدر اعظم شدم. منو ببخشین. خواهش میکنم بابا صالح. من هنوزم خودمو شیرینی پز دولت عالیه عثمانی میدونم. بفرمایید. حتما مسئله مهمی بوده که این وقت شب اومدی. خوشحال بشیم یا ناراحت؟ نه خوشحال بشیم نه ناراحت. فوراً باید تدبیری کرد. تدبیر؟ چرا؟ این صدر اعظم شما ابراهیم پاشا 15 سال صدر اعظمه یا پادشاهست معلوم نیست. یعنی چی معلوم نیست؟ 11 سالشو خودمون دیدیم صادقانه خدمت میکنه. آخ که شما گول پاشاتونه خوردین تا اون هموما با کاخاشو بسازه و لذتشو ببره.
آقایون به حرف من گوش کنین. از قدیم گفتن کسی که ناسزا میگه باید بیفته تو دیگ و با آتیش بسوزه، اما در دیگ باز حیای گربه کجا رفته؟ آقا یه کار خیری کن، یه پولی به ما بده. ای پسر چی کار میکنی؟ این خلیل پاترون هاست. ببخشید. آره بودو. آی تو همین لیوان باز برام شراب بریز. تو که میخوای بخوری، مگه مزهش فرق میکنه توی لیوان دیگه؟ نه ازش فرق نمیکنه، اما توی این لیوان مستی خیلی بهتره. اون همه چیو داره بالا میکشه، همه رو دفن میکنه، مگه دیگه پیدا میشه؟ پیدا میشه معلومه که پیدا میشه. حرف تو بگو بابا صالح. امروز وقتی جناب شیخ عبدالرحمن رو کشتن، دخترم شاهد بوده. پس اون خانم دختر شما بود؟ بله پاشا. جناب شیخ قبل از مرگ این نوشته رو به دخترم داده. گفته اینو به من برسونه. تازه به دستم رسیده. به محض خوندن اومدم اینجا. تو این کاغذ چی نوشته؟ بفرمایید خودتون بخونید. موقع مرگ کلماتی هم گفته. چی گفته؟ مار سرخ دست کم نگیرش، الفو پیدا کن تا به میم برسی. این یعنی قیام. درست حد زدید جناب پاشا. به نظر منم قیامی در راهه. من حدس میزنم که جناب شیخ رو برای همین کشتن. باید ببینیم تو این کاغذ چی نوشته شده. استادمون فوراً اینو میفهمه. میدونی صالح بابا؟ چیو پاشا؟ اگه کسی که شیخو به قتل رسونده پیدا کنیم معما رو حل میکنیم. برای همین شهادت دختر تو بسیار با ارزشه. بی خودی نگرانی. حالا میبینی که اتفاقی نمیفته. اینم امروز خسته شد. عزیزم اونم باید یکم عادت کنه دیگه، مگه نه؟ نباید عادت کنه. من برای آرامش شما هر کاری میکنم. فکر میکنی نمیدونم؟ تو از اسم و رسمتم گذشتی. تو سالهاست که به خاطر من و زندگیت قبول کردی به جای یه جنگاور یه چاقوساز بینام و نشون باشی. برای تو، برای بچه‌مون جونم هم فدا میکنم. فقط به شما آسیبی نرسه. شنیدی مراد؟ میرم یه نگاهی بندازم. تو اینجا بمون. صبر کن منم میام. مراد نگار برو تو. مواظب گفتم باش، همونجا تو رو بمون. خدا.